سلام سلام. بچه داشتم سفارش مشتری رو آماده می کردم. گفتم که بیام و نحوه اتصال مدل آجوری رو بهتون یاد بدم. بچه تا دونه آخر مدل آجوری رو می بافید. برای اتصال دقیقا زیر اولین دونه آجوری که ما بافتیم با دست بزنید کنار، یه دونه زنجیر است. قلاب رو از داخل سبد از سمت داخل میبریم زیر این زنجیره، و این نخو که برای آخرین دونه آجوری ما بود میندازیم دور قلاب و میکشیم سمت داخل سبد. بعد از اینکه این نخو بردید داخل سبد، همینجا یه دونه زنجیره میزنید و بافت رج بعدیتون رو ادامه میدید. رج بعدی این قسمت که اتصال نه، از بین این دوتا دونه آجوری ما شروع میشه به بافتن. این بود اتصال مدل آجوری برای هر رجی که میخواید.